Sharifjon Pahlavon از شهر کلاب با کامران کارلیکوف سالم یادوار ورده سالم شما سالم یادوار سرگاه کلاب یک منت پازک یک تفلی دیگه برامد کامران کارلیکوف نوگه یابان شریفجان نظریف شهر کلاب استوسا برادر عزیز آنو نیار پیش ما آنو مانا دوستان عزیز 500 سوم از جانب فرزانده ملت سید احکم رحیمов 500 سوم بخاطر شریف جان و کامران کارلیکوف اگر سید احکم در دست خودت بزنگی تو سرمان جان پهلوان دور نبر دو پهلوان دو خوفکن منطقه پزک تفای پهلوان از جورب خون در غرب بگی بشید این کلاس رو قد برآمده بردن چی نمیدی رو پشتگیر معلوم نبودنش معلومه دوستان عزیز یک پهلوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان آمده است زیابک رشیدov یک کلکوی بخاطر امین یک پهلوانی که در مقیاس جهان در نمود گشتن جدا هنرنمایی کرده است بروز در گشتن ملی برادر عزیز حلال یا حرام حلال برادر حلال بگوشن حلال یا حرام چی حلال برادر عزیز حلال انا پهلوانی نویای موسیقی رقیبی نو بگوشن سردوار اگر شما ما را کمک نکنید معذور میکشید همین پهلوانی بدخشانی را کتیب قشنگ موسیقی نو چی میشه شما دستگیری کنید اوه سیجمان علی مردم شاکر با میدون دید اگر اون را باید خوش اومده دیگر باید سجبان رو خوش اومده بگیریم با همین وطنی ببایش سجبان قدگی گوشتید بگیریم ببایش خدایگه گوشتید بگیرم بگرم سجبان را با کی دیدم بکنید به سجبان سایده میخواه نمیشم من اونی نمیبونه مخلصه اگر همه کسا سالو باران کنید مایلی میبونه سجبان علی مردم را فرازه سجبان چی بگو برادر اگر سجبان چی بگو سجبان پهلوان نوکری موسه برابیل حاجی مشرف پهلوان از نوکر کی دستی رسته مخلص شده شده چاره کنیم برادر یک اس یک دو خوفتا دوکتی همه را باید را بگوشتی برادر سید احکم رحیمov دلار برای سجبان سعیدov و رقیب حاجی مشرف مانده است بیا
برادران عزیز پهلوان از نقطه واسه سید مختار رسولوف رقیبی و پهلوان از شهر دوچاب خیلی پهلوان یکی از نورسه که در مقیاس جهان مخصوص هم میانی او و حبیب یک دیدار بود حبیب نورمگامدوف همین امام حسینی که با زمین فیشوری و اجمن میگویم در جهان رقم یک است اگر ما حس ملی داشته باشیم یک کفکبی صمیمی به خاطر همین آواز می‌بریم امام حسین نوراس است که اکنون ببینید حالا هم پرتفت هم با اعلان امام حسین اگر مردان سخی این برادر ما را دستگیری کنند هم باور دارم که در مقیاس جهان است برادر عزیز اینجا میدان آغازی کار است آقای ابوبکر اینجا بود نه من آیم دوستان عزیز یکی از پهلوانان قوی پیکر دیگر انا به خاطر برادر حجمت یک خود رو وارد مردان رقیب خود را پیدا کرد همه پهلوانی اوه انا مردان اصیل بدخشان میبرویند راضی هستید مخلصان عزیز گل زمان پهلوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان بر مقابل سید جمال علی مردانov بیا سلام اعلام که برادر عزیز تست در التماس سردوار خوش رقیب یافته سلام اعلام که پهلوان پروری کبلوارک پیراهن سفید کمربند سیاه جایزه‌دار مسابقات بین المللی گشتن سامبا جایزه‌دار مسابقات گشتن جودو و نایب قهرمان جامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نماد گشتن جودو رقیبی است پهلوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان پیراهن سفید کمربند سیاه نام گلزمان پهلوان $100 از نام برادر عزیزی ما سید اتم رحیمов 400 سامان دیگر باز یک کسی دیگر آورد همین مبلغ به خاطر گشتن زیبای همین دو پهلوان مخلصان عزیز دستگیری کنید و تماشا کنید تیمور جان تیمور اپراتور بفرم نوروز کریم جان انا نکن شخصا من رقابت سید جمال علی مردانov با پهلوان بدخشانی را نظرم میبرم حلال برادر عزیز حلال هم کمی زنم بخیر دوارش کیه شخصا من سر طبق اشخری هستم این خورشید پهلوان هستم که گوشتین میگیرم طبق یک بار دیگر مخلصان عزیز به خاطر استاد گرامی شادی سفر یک دکتر دعوت